گذشت ماه خدا و رسید عید سیام. به هر دو با درود و به هر دو با سلام. چنان عید را براتان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. امیدوارم که در کنار تمام اعضای فامیل و دوستایتان یک عید خیلی خوب و خوش را تجربه بکنید. ما کل افغانستان عید تبریک میگویم، کل امت مسلمه را تبریک عید میگویم. سلامت باشی، خیلی ممنون. عید اول به تمام ملت افغانستان، چی در افغانستان باشن چی در خارج باشن، برای تمامش تبریکی میکنم. دوست داری که روز عید را با دوستای چکر بری شکر بزنی یا بری خانه اقارب، خانه دوستا اینا؟ والا او طبیعت دل از یک 10 دقیقه در خانه ماما، یک 10 دقیقه چکر، هر رقم میگذره دیگه. چای صبح نوشجان کردی؟ آش. چی نوشجان کردی؟ چای صبح یک دانه پیپسی اوجا خانه خوردیم، یک 2 دانه کیک. 2 دانه کیک. روزه را خوردی؟ نه روزه خانه بود خیلی جو. نه خوب است، کالج کار میکنه دوستا، روزه خلاص داد. آینک کبیر سنگ میگرفتم. آینک کبیر سنگ میگیری؟ عینکای کبیر سنگ با چشمای زیاد کلان نیست. در کل دوستای در کل ملت افغانستان تبریک میتونم. خوششان بازم تکرار میکنم، از امارات خوش میکنم. خب برادر گفت که دیگه ما کدام گفتنی ندارم. تنها که شاید از کل روز که امروز واسه ما یک چیز زیاد شده، در شهر و بازار که رفتم وضعیت دیدم. گذشت ماه خدا و رسید عید سیام. به هر دو با درود و به هر دو با سلام. هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام، وقتتان بخیر. امیدوارم خوب و صحتمند و سرحال باشید و همچنان عید را براتان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. امیدوارم که در کنار تمام اعضای فامیل و دوستایتان یک عید خیلی خوب و خوش را تجربه بکنید. دوستای عزیز، ما در روز اول عید سعید فطر قرار داریم و آمدیم به سایه پل باغ عمومی کابل تا براتون یک گزارش خیلی مقبول و زیبا از اینجا تقدیم بکنیم. و قسم دوستا می‌بینیم بیشتر از دوستای ما در حال رفتن به خانه دوستایشان یا هستن یا می‌خواهند چکر برن یا هم چکر رفتن خانه دوستا رفتن تجلیل میکنن از عید. و یک تعداد از هموطنان عزیز ما هم مصروف کاروبار روزانه‌شان هستن، عید نکردن یا عید کردن، آمدن دوباره سر کارشان دیگه تا هنوز برام معلوم نیست. میریم صحبت میکنیم با دوستا، با اینایی که کار میکنن اینجا، با اونا هم صحبت‌هایی می داشته باشیم و همچنان از هر کدامشان یک پیام تبریک هم براتون می داشته باشیم. ما را همراهی کنین دوستای عزیز. سلام، خوب هستین؟ علیکم سلام جناب، جورز بخیر. بخیر سلامت باشی. او رفیق سودا هم بده کلام گپ بزن که نرم مشتری داشته باشه. کل خیر ببینید. چی می‌خواستی رفیق خودت؟ چطور هستی؟ شکر فضل خدا. چی می‌خواستی بخری خودت؟ بیای طرف بیا تو برات عینک بیار. کدام عینک خوش؟ آینک کبیر سنگ میگرفتم. عینک کبیر سنگ میگیری؟ عینکای کبیر سنگ با چشمای زیاد کلان نیست. کلان خواست باش کالو اونو اندی والایم رفتن. اندی والای رفتن تو را تنها ماندن دیگه. چطور میگه برات عینک؟ تو بتش آینه را اینجا آینه هم هست نه؟ آینه را بتش ببینه چطور میگه. چطور هستی امروز عید؟ چطور آغاز کردی عید؟ خوب هستم والا دیگه. آغاز دیگه. خوش آغاز کردی جگر خونشیدی در خانه؟ نه خوش هستم. قرار است کجا بری امروز دوستات رفتن نیمرا بودن تنهایت ماندی؟ نه میرم، خیر کنم گپ نیست. کجا میرین؟ حالا خب امروز نمیشه، صبح دیگه باز ببینیم یا پغمان میریم یا جلال آباد. خب تصمیم دارین چکر برین جلال آباد چکر برین یا خانه دوستا هست اینجا؟ خانه مامای ما از خود چکر رو میریم. اینا خوب از برات ما که خوب است اینا چکر خو میزنی. زنده و سلامت. بخیر سلامت باشی. بر دوستات میخوای عید تبریکی بدی؟ عیدتان تبریک باشه. بخیر باشی. خودت خیاینه که خوش کنار که رفیق صحبت کنیم. صحیح است؟ چطور هستی خودت رفیق؟ خوب هستی؟ فضل خدا دارم.
شما خودت با خوب خیر و سلامت باشی. چطور از کاروبار آینک دی روز عید میخرم؟ والله شکر از میگذره دیگه. بیای طرفتر کم بیا که میگه تصویر بند کرده کس دیدن هم میتونه شه بیای طرف بیا. روزه عید از دیگه نمی وقت چکر زدن از چکر میره دیگه، جای میره خانه دوستا میره چکر میزنه دیگه. بیا کمی طرفتر بیا که دوستای ببینه تا فکر میکنه تصویرت بند است. روز عید دیگه آینک بیشتر خریداری میکنه. بگی خودت هم رفیق آینک بخر دیگه نمیخری خودت. باش کنگی والاشان رفته برو سایز برو دل عزیز خریدن نبودن. من چطور؟ حالا باز نفر میاد دیگه میخره دیزاین از شوق دل است. آینک فکر کنم روز عید دیگه بخاطر از اینکه چکر میرن جات میخره. خودت چطور کیت نکردی امروز دیگه آمدی؟ والا عید کردیم خب ما این چکر اومدم دیگه. امروز چکری آمدی؟ چکری اومدم تختر دیگه نفر کشیده بود برام میگه بیا استاد شو. خای کار سر جبری کرد دیگه. دیگه شریکت بود دوستت بود چرا قبی؟ بیادرم است. خب بیادرم بود. تصمیم داشتی کجا شکر بیاری خودت؟ حالا فعلا خو امروز نمیشد خب با صبح بخیر اگه شد یگان جای خانه عمه خانه کاکا یا خانه ماما هر جا که شد یک چکر یا کدام باغ ماغ بریم. خب بسیار خوب. دوست داری که روز عید را با دوستای چکر بیاری شکر بزنی یا بری خانه اقوارا خانه دوستا بینا؟ والا بود طبیعت دل از یک 10 دقیقه در خانه ماما یک 10 دقیقه چکر هر رقم میگذره دیگه. کدام ایجاد خوشایند است؟ کلش خوبش است دیگه. روز عید است دیگه هر جا که بری ترازوش رنگی کنه طرفت نه؟ بس دیگه هر جا که طبیعت دل نفر شد نموجا میره باز دیگه. بخیر و سلامت باشین. هر جایی که برات خوش میگذره نموجا برو. امیدوارم یکی خوب و خوش را در کنار فامیل و دوستای تجربه بکنی. اگر بر دوستان میخوای کی تبریکی بدی کمری ما در خدمتت است. تمام جهان افغانستان من تبریکی میگم عید مبارک. بخیر و سلامت باشی. وقت خوب خوش برات میخوایم دکارت برکت. بخیر باشی. خیر ببینید. سلامت باشین. خب دوستای عزیز اینجا سلام خوب هستین؟ یک دوست دیگه هم هست بیای با این صحبت بکنیم. سلام خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ میشه اول نام مقبول تا بر دوستا بگی؟ نام ما قاری عبدالقاهر است از ولایت بدخشان ولسوالی چرا. بسیار خوب. قاری صاحب محترم چکر آمدی کابل یا خانه هستم؟ ما کابل آمده بودم در اینجا در یک دفتر فعلا مدیر هستم کار میکنم در اون دفتر. بالاخره عید که آمد 3 روز تا عید ماندن ما رخصت شدیم. آن این حال دیگه نمیر رخصتی ها را در می کابل تیر میکنیم کتی دوستا اندی والا میریم. فامیل ازی بگو فامیل اینجاست یا بدخشان؟ فامیل کو بدخشان است دیگه. فامیل بدخشان. باز امید بدون فامیل مزه میته؟ والا دیگه عید کو گرچه کو در پیش فامیل بسیار مزه میته. پیش فامیل لذت بخش. پیش فامیل که دمیار در سرخونه که میره میشینی یادت از فامیل میاد باز مزه نمیکنی یا نه مزه نمیکنه. اینا برو خوب است اینجا میال فامیل هم شاید ببینه خودت میشه همراهش رکیت پرسی داشته باشی. دیگه ما عید اول به تمام ملت افغانستان چی در افغانستان باشن چی در خارج باشن برای تمامش تبریکی میکنم و به خصوص برای کسایی که اقاربین و فامیلی ما که فعلا صدای ما را میبینن از طریق تلویزیون دیگه برای وام تبریکی میکنم و از خداوند متعال یک آرامی و آرامش هم میخوایم که مردم آرام باشه. خیلی ممنون سلامت باشی. من حمیده بر تبریک میگم. عید خیلی خوب و خوش داشته باشی. تشکر از خدا. بخیر سلامت باشی. خب دوستای عزیز با دوست ما پرسی هم کردیم سلام علیکی هم داشتیم. بیایم بریم پیشتر و با دوستای دیگه که هستن اینجا صحبت های داشته باشیم. از طرف که این طرف میریم فکر میکنم یک کراچی بولانی ماندگی است اینجا. بیاین که با اینا صحبت بکنیم. روز اول کارشان به حساب دیگه از طرف روز هست. شاید قبل از طرف شام بولانی را پخته میکردن فروشات میکردن. ببینیم روز چطور از کاروبارشان کاملا بولانی میفروشن. سلام خوب هستین؟ سلام علیکم صحت شما خوب است بخیر؟ بخیر سلامت باشی. عیدت مبارک اول روزه و نماز ساعت عبادت قبول باشه. تشکر عید شما مبارک روزه و نماز شما قبول باشه. از شما از تمام بینندگانی که ما را میبینند از کلشان تبریک باشه. سلامت باشی. نامک مقبول اول میشه؟ حمیدالله هستم. حمیدالله جان امروز دیگه روز اول عید هست. چطور خودت آمدی کراچی را باز کردی؟ والا زندگی دیگه خواستیم که امروز هم بیایم بولانی پخته کنیم. توکل به خدا که تمام ملت‌ها وطنای ما که در ماه روزه که سیسو تیر بیر میشدن شام در خانه می بوده بوی بولانی سرشان خوش میخورد. تم بیایم امروز هم بولانی پخته کنیم به یاد روزه هم تو بیاین بولانی بخورن توکل به خدا. بله. چطور از باز کاروبارت امروز نسبت به دیگر روزا خوبتر است؟ شکر از خداوند مهربان. میبینیم دیگه فکر میکنم فقط تنها خودت هستی نه کل بازار در دست خودت. بله برادر تنها خودم هستم. بله. میشه که یک پیامی تبریکی از خودت داشته باشیم بر دوستایی که میاد خودت میبینن؟ پیام اینمیسته که خداوند یک عید خوش و آرام به تمام ملت میخوایم که یک عید خوش و آرام باشه. دیگه کدام پیام خاص نداریم. بخیر سلامت باشی. خیلی ممنون از شما بسیار تشکر. سلام علیکم. اگر باز هم کدام پیام جداگانه هم برای دوستا داری میتونی. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشین. خیلی ممنون هستم.
سلام، چطور هستی؟ شکر از بیادر، خوب است. بخیر سلامت باشی. اول خیدت مبارک، روزه و نماز ساعت عبادات قبول، کلاهکای مقبولت مبارک باشه. اصلا مبارک همچنان. بخیر باشی. میشن نام تا بر دوستان بگی. نام اسمت الله. اسمت الله جان، امروز دیگه دستمالا را آوردی مفروشی؟ امروز روز اول عید است، چرا نرفتی که دوستای چکر که آمدی دستمال فروشی میکنی؟ ورد انمی کار که زماست بعد از پیشین شد باز میریم چکر. ها نیم روز سودا میکنی؟ چطور از باز امروز هم میان دوستا خریداری میکنن دستمال؟ شکر میشه، چرا نمیشه. امروز چند تا سودا کردی؟ ده سودا حساب نیست، خب 2000 2500 شده. خب دانکی حساب نمیکنی، پیسا را حساب میکنی دیگه. دی 2500 باز 1500 میمونه یعنی؟ میمونه میخواد. خب بس خیلی پیسه دار شدی دیگه. بازم چکر هم که بری جیبت پر باشه یک مزه دیگه داره. چندی هستی دستمالا چندی است؟ رقم یا می 120 روپیه 100 روپیه. یا چند می باز؟ و 200 روپیه. یا 200 روپیه. این دستمالت هم از است یا فرق میکنه باز؟ از میاست. اتناشه که باز جان بچا بزنی دستمالا چی میگنشه؟ کم کیفیت بیاری سر از سودا کنی به خود بیرم اصلی شه بخری. نه یک چیز است. چای صبح نوشجان کردی؟ چی نوشجان کردی؟ چای صبح یک دانه پیپسی اوجا خانه خوردیم، یک دو دانه کیک. دو دانه کیک. روزه را خوردی؟ نه روزه خانه بود خیلی. نه خوب است کالج کار میکنه دوستا، روزه خلاص شد است. بخیر سلامت باشی، خیلی ممنون از خودت. اگر میخوای که برای دوستایت، فامیلت، رفیقایت میخوای که عید تبریکی بدی کبری من خدمت است میتونید. با محترم عزیز از پیش دو پیش از پیش نه خب امروز عید است. امروز عید است، تبریک باشه. خودش میگه این روزا سرش تاثیر کرده، من هفته سر تاثیر کرده. خودش میگه امروز عید است، باز میگه پیش از پیش تبریک. هفته تاثیر نکرده. خب با کره محترم عزیز خبر نال خی پیامت پس سر برشم بود. صحیح شد پیام خو گفتیم نه پس سر بگو پیش از پیش بود. پیش از پیش باز بگیم. نه بگو نال بگو عیدتان تبریک باشه. عیدتان تبریک باشه. بخیر سلامت باشی، تشکر از خودت. بخیر باشی. عزیزان دل 4 نفر از دوستای ما میخواستن جای چکر برن یا خانه دوستایشان برن، ما هم مزاحمشان شدیم، استادشان کردیم، خواستیم همراهشان صحبت بکنیم و همچنان یک پیام ایدی از اینا برای شما داشته باشیم. سلام، خوب هستین؟ و علیکم سلام، جور خوب خیر تکړه خیر سلامت باشین. میشه اول نام مقبولتان بر دوستان؟ ضیاء الله حکمل. ضیاء الله جان، عیدت مبارک، روزه و نماز ساعت عبادات مبارکی. بخیر سلامت باشین. رفیق جان نامک خودت چی است؟ محمد یونس. محمد یونس جان عیدت مبارک، روزه بخیر باشی، روز بخیر باشی، مبارک باشه. سلامت باشین. باش نامی دوستای دیگر هم پرسان بکنیم، باز میایم دوباره طرفتان. سلام به شما همچنان، عیدتان مبارک. عید شما مبارک باشه. صحتمند. میشه نامت اینال بر دوستا؟ محمد صابر. محمد صابر جان، و خودت رفیق عید خودت مبارک. سلامتی تا دشتاش هم مبارک وي. بخیر سلامت باشین، تشکر. عزیز بگوین بر دوستا که کجا روان بودین، میخواستین کجا برین شما 4 نفر؟ ما همونجا وظیفه داریم، برآمدیم به خاطر چکر که چکر بزنیم، فامیل کم ایدی بگیریم به خاطر اندیوالا ولی اندیوال دوست می به خاطر از برآمدیم. تانو سودا ایدم خریداری نکردیم خیلی. نه تا ولی خریداری نکردیم. چرا دی چند روز یک و تقریبا وقت ما خو دیگه د چیک پاینا د چی د امنیت د چی بودیم، بیکار نبودیم، د چیزا اینال نماز خواندیم و برآمدیم اون طرفای چی. ها بسیار خوب بسیار خوب. خانه هم باز همینجاست، فامیل نه خانه تخار است. مسافر هستیم، ما هستیم در کابل. تخار نمیرین پیش فامیلتان؟ نه ولی این تو وضعیت است دیگه، کمی که این تیر شو باز بخیر سوسیال بند است. بعد از عید باز بخیر. حالا دیگه خواستین همین 4 نفر برین چکر بزنین با هم دیگه کمی با هم برآمدیم در چکر بزنیم در شهر، باز پس میریم وظیفه داریم، وظیفه است. بسیار خوب. اینا خیلی بر دوستای را بگو کمی چکر رفتن با می دوستایت مزه میده در روز عید، یا که در کنار فامیلت باشی ابراز رای ده تجربه کنی؟ کدام ما فرق نمیکنه، ما که ملت خوش باشه ما خوش هستیم، ما باید خدمت اینا رو بکنیم، بعد بخیر با فامیل یگام وقتی دیگه باز چکر میزنیم، ولی میخوایم که بخیر باشید، ملت ما خوش باشه، امنیتشان بگیریم و نخوش باشه ما خوش هستیم. سلامت باشی. اگر میخوایی که بر فامیلت امید تبریکی بدی شاید امیال ببینید امید تبریکی. بس ما کل افغانستان عید تبریکی میگویم، کل امت مسلمه را تبریکی میگویم. سلامت باشی، خیلی ممنون. خب خودت رفیق، خودت چطوره؟ فامیل خودت هم اینجا هستی؟ از خودت هم در ولایت هست؟ نه ما از تخار هستیم، میدونی. از خودت هم فامیل تخار هست؟ برای دوستا با زخاره هم میشین با هم دیگه، تنها دوست هستین؟ نه دامید دوست از اینجا هستیم. از یک ولایت از یک منطقه هستیم؟ از یک ولایت از یک منطقه هستیم. بخیر سلامت باشی. خودت هم میخوایی که بر فامیل تبریکی بدی؟ دادیم کل فامیلات تبریکی دادیم. برشون زنگ زدم؟ زنگ زدم. یعنی خیرال به مردم تبریکی بدی؟ بخیر باشید، تبریکی دادیم ملت خودمون. نه نه به مردم که میبینید یا تبریکی
باشی بته. تبریک باشه کل مردم ملت بخیر باشه. این رفیق ما زیاد اما تو چی میگن شکم جرات است. چرا ایسر که جرات خود برای میدادی؟ این تابالی مسابقه کسی نکرده فهمیدی بعضی خاطر کم جرأت است. خب باشی دوستای دیگه رو ببینیم اینا جرأت دارن یا نه. خب رفیق خودت هم شاید دیگه وقتی که رفیق هستین حتما خودتون فامیل دیگه شاید اینجا نباشه. آه دیگه فامیل خموج هستن در ولایت است و در مولوسوالی. از هر 4 تون فامیل در ولایت است؟ آه در ولایت است. باز کل ما یک ولوسوالی هستیم. وظیفه بازی جاست هم تو برای کل امت مسلمه تبریکی میگیم. بخیر و سلامت باشی. خوشحال باشه ان شاء الله ما خوشحال هستیم. سلامت باشید. این رفیق ما خاص شما زیاد پشتیبانی کرد گفت که چکر رفتن همراهشون در دو حالت هم با فامیل مثلا هم با دوستا. خودت بگو که همراه دوستایت برات خوش میگذره یا که فامیل باشی؟ قطع دوستان میشه که قطع فامیل هم باشه او فرق نمیکنه. خو اینجا کس با قطع دوستا بگرده اونجا که رفت قطع فامیل نمیتونه مثلا. یعنی هر دوشان دیگه یک برابر میبینین. زیاد گرنگی نمیکنن. گرنگی باشه. بخیر سلامت باشی. زنده باشی. بر دوستات میخواید تبریکی بدی؟ آه میخوایم که برای امت مسلمه تبریکی بدیم که خدا کنه که ملت ما خوشحال باشه که ما خوشحال هستیم. سلامت باشی خیلی ممنون. خودت هم رفیق میشه یک پیام میدی داشته باشی مثلا. من هم د ولایت تخاریو دلته مسافر وظیفه هم دلته ده نو د ولایت تخار د ټول دی ولسوالیو نو د یو جایو دی ولسوالیو وظیفه فعلا دلته د کابل کې وظیفه ده. وظیفه همینجاست. از خودت هم دیگه فامیل هم طرف هست. ټول عمل ته دی فامیل او د خودت هم باز با فامیل زنگ زدی تبریکی کردی هم روشان یا نه؟ والله بعضو تم زنگ کړه بعضو تم نه کړه کل خدای نو رس ورته او ماشي که زنگ زدی خود تبریکی دادی. اینا لونو شک زنگ نسید از میگه ورشون تبریکی. بس چې ټول مسلمانانو د زما د خان د اختر مبارکي ورته ویم کوم ملګری چې موږ نه غوته مبارکي ویم چې اختر د مبارک وي کته سه خوشاله موږ خوشاله جی په دې مسافر کې موږ د تیرو ورځ شپه نو تاسو د مبارک. سلامت باشی خداوند همیشه وقت خوش بذاره. سلامت باشین خیلی ممنون از شما که صحبت کردین امروز. بخیر باشین. باز امید برامتون تبریک میگم. سلامت باشین. سلام خوب هستین؟ سلام برادر جور هستیم شکر صحت داریم. خیر سلامت باشین. نیدتان مبارک روزه و نماز ساعت بلند. شکر در شما را همچنان خیلی خوشحال هستیم. شکر از همه گپ خوشحال هستیم. از امنیت امارات خوشحال هستیم. خب برادر خوشحال هستیم که خیلی مردمان هم خدا تب خوش هستن. خب شکر ما هم خوش هستیم الحمدلله. شکر چیزی که خواست دل ما بود کار ما در رفت. شکر از همه گپ خاطر خوش داریم برادر. گفتین چیزی که کار دلتان بود کارتان برابر رفت. چی کار میکنین؟ چی مسئله؟ کار بادام میکنیم. خیلی خوشحال هستیم. چیزی که واقعا فکر میکنیم که چیز باشه ان شاء الله از اون خوبتر شد دیگه. ما الحمدلله از خدای خود خوش هستیم و شکر از امارات خوش هستیم که برادر نام خدا در شهر گشتیم امنیت دیدیم. خیلی واقعا کدام چیز نیست. الحمدلله در کرتن هم میگنجیم که بیادر هر طرف راییم. شکر از همه گپ خوشحال هستیم برادر خان. گفتی که تجارت بادام هم میکنی. این مربوط خودت میشه یا جای دیگه دکان داری؟ چرا؟ رای ما هستن ما اون فروشی داریم. اسم ما امیدالله است. عج نکده این. خب امید داریم که عج بکنیم. در سرای بادام هستیم و آدرس ما سرای ولی نور اون فروشی داریم. برادر خان خیلی زیاد خوشحال هستیم به خاطر چی که ما اون طرقم که مردم چیز میکردن که والا چطور میشه و نمیشه و نه الحمدلله همه گپ شد. از خدای خود خیلی راضی هستیم که مقصد چیزی که از طرف پروردگار بود ما در مقصد ما رسیدیم. سلامت باشین. امید که میرسه با دوستان میوه خشک را بیشتر خریدار میکنه. خودت بگو از اینکه میوه را امی بادام بله مثلا 2 ماه پیش 1 ماه پیش این قیمت سودا میکرد یا عید که رسید باز قیمت کوشش کردیم که در وقتی که پیشتر 150 بالاتر سودا میکردیم کوشش کردیم که بعد ماه مبارک رمضان بود باید حالا خوبتر سودا کنیم به خاطر که خدای پاک هم بالا سر است و خداوند ما رو توفیق بده که باید ما ظالمی نکنیم. یعنی به خاطر دیگه بادام ارزان فروختین برای دوستان؟ مقصد چیزی که مناسب بود. پیش از اون اگر یک بوجه ما میفروختیم 150 میفروختیم حالا که 10 بوجه میفروشیم 20 بوجه میفروشیم کوشش کردیم فروختیم که باید در نرخ هم کاری ما شو و هم کاری مشتری ما شو. به خیر سلامت باشی. خیلی ممنون از خودت. تا حالا ایت پرسی هم جای رفتی خانه دوستا اقارب اینا؟ به خیر رفتیم به شکر دوستا هم همشه دیدیم و از اینکه ما اینا واقعیت میگم بدون کدام گپ که من در شهر گشتم در بازار گشتم شکر همه وضعیت دیدم از همه گپ خوشحال هستم. یگانه رسم افغانا رسم عیدی دادن است نه؟ بله. تا حالا چند عیدی دادین بر مردم؟ تا حالا خب مردم
اصلا واقعیت بگوییم امروز خود پشت مبله خود گشتیم این اثر اصلا نیت کردیم که خانه دوستا بودیم باید بتیم. امروز خودت دیگه جمع کردی از دوستان دیگه پیسا. اینه بخیر صبح توضیح داریم. خیلی دوستا فامیل دوستا قرابش هر کس که میبینیش دیگه آجیسای هم پیسه دار شده است امروز پیسا رو جمع کرده گیره بگیرین از پیش. بخیر سلامت باشی. اگر میخوایی بر دوستای عید تبریکی بدی که در خدمت. در کل دوستای در کل ملت افغانستان تبریک میگم. خوششان بازم تکرار میکنم از امارات خوشی میکنم. خب برادر گفتم که دیگه ما کدام گفتنی ندارم. تنها که شاید از کل روز که امروز واسه ما یک چیز زیاد شده در شهر و بازار که رفتم وضعیت دیدم الحمدلله امنیتی که دیدم خیلی خوشحال شدم. بخیر سلامت باشی. خیلی ممنون. تشکر از شما. خب دوستای عزیز در لابلای صحبت‌های ما امروز حاجی صاحب دوست دکاندار ما طرف مشارکت کرد که ما یادت نره ما فراموش نشم. بیاین که با هم صحبت بکنیم. بیا دیگه بیای طرف بیا اشاره میکنی بیای صحبت کنین باز میری. چطور هستی؟ خوب هستی؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ روزه نماز ساعت ولادت قبول. بخیر باشی همچنان عید شما مبارک روزه و نمازتان قبول. خوب است ان شاء الله. خیلی ممنون. امروز روز عید از دیگه روز خوشی است. بیا از پیش یک سوال سیخکی هم پرسان میکنم. زیاتر میوه فروش ها که هستن مثلا یک 3 روز 4 روز که باید میمونن نه همین کل میوه را باز زرگه قیمت سودا میکنه. باز روز اول عید که صبح وقتش بیای یا می شام که میشه باز دست پیکر بند میکنن بسیار ارزان میتن. چرا دلیلش چی است؟ مشکلاتی است که میگم میوه سرمانه امان اینا بعد از این طور چه کنیم مردم نمیخرن. پیش از این نور ارزان میگه که مردم بخرن. که یک روز بانه بله یا من فکر کردم خیلی دوستا هم یک روز که باید میمونه میوه براشون ارزان میشه با اون خاطر ارزان میدن. نه زمین سر نه خیش یا بتوان میدن باش که میگم میوه نمونه که اینا بانه خراب میشه که مردم بخرن. بخیر سلامت باشی. خیلی ممنون از خودت هم امروز عید کردی یا خواستی که امروز تمامش کار بکنی دیگه؟ امروز دیگه مجبور هستیم که کار بکنیم مالا مونده کنیم یا بخیر خلاص شوم. یعنی سر خودت مونده حتما ارزان نفروختی تو بر دوستا؟ ارزان هم فروختیم خب ماشاءالله زیاد است نه. بخیر سلامت باشی. خیلی ممنون از خودت. امیدوار هستم که عید خیلی خوب خوش را در کنار فامیل داشته باشی. اگر میخوای بر فامیل دوستا عید تبریک بدی کاملا در خدمت. سلامت باشی. بر دوستا کسایی که تماشا میکنیم برای همهشان عید تبریک میگیم. خدا کنه که خوشحال باشن و جور باشن. بخیر سلامت باشی. تشکر از خودت. خیر خب دوستان عزیز این بود گزارش امروز ما که از پل باغ شهر کابل براتون تقدیم کردیم و با دوستا صحبت کردیم در مورد عید کجا میرن عید چگونه تجلیل میکنن و دوستایی که اینجا بر کار آمدن اونا دیگه امروز مجبور هستن کار بکنن فردا بازدید میکنن. خب شما هم کانال یوتیوب هدف میدیا رو سابسکرایب بکنین. در تیک تاک فیسبوک و همچنان اینستاگرام هم میتونین که ما رو تعقیب بکنین. اگر کدام انتقاد نظریه یا پیشنهاد دارین میتونین که ما کامنت برای ما بنویسید. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار.